محمد رسول الله. قومی با نام بنی مستلیق که سردارشان حارث ابن ابوزرار بود، آنها برای جنگ با پیامبر صلی الله علیه وسلم جمع شدند و قبیله های دیگر نیز با آنها همراه شدند. همگی می‌خواستند تا پیامبر صلی الله علیه وسلم را بکشند. این خبر به پیامبر صلی الله علیه وسلم رسید. یکی آمده گفت بنی مستلیق و بعضی از قبیله ها برای جنگ با پیامبر جمع شدند. پیامبر صلی الله علیه وسلم بریده اسلمی را روان کرد تا اینکه این خبر را یقین کند. او رفته دید که این خبر در حقیقت راست است. لشکری برای جنگ با پیامبر و اصحابش جمع شده است. پیامبر صلی الله علیه وسلم لشکرش را برای روبرویی و جنگ با آنها آماده کرد. در این جنگ سردار منافقان عبدالله ابن ابی ابن سلول و رفیقان منافقش نیز بودند که بین صفها خلل وارد کردند. پیامبر صلی الله علیه وسلم به سوی بنی مستلیق رفت برای جنگ با آنها. وقتا بعضی از اوباشان این را شنیدند فرار کردند و بنی مستلیق را با پیامبر تنها گذاشتند. پیامبر صلی الله علیه وسلم نزد آب با نام مریسیع رسید و آنجا اردو زد و منتظر آن لشکر شد که می‌خواستند بجنگند. وقتا که لشکر به آن منطقه به مریسیع رسید، هر دو لشکر به هم روبرو شدند، اما از مسلمانان کسی کشته نشد مگر یک مرد از انصاری ها که آن هم به خطا کشته شد. او را مسلمان به خطا کشت. اما بنی مستلیق از لشکر پیامبر صلی الله علیه وسلم فرار کردند. بعضی از آنها کشته شد، بعضی اسیر افتاد، بعضی دیگر فرار کردند. مسلمانان از آنها غنیمت‌های زیاد به دست آوردند. در میان اسیران دختری رئیس بنی مستلیق نیز بود، دختری حارث، نامش جویریه دختری حارث بود. از بنی مستلیق اسیر گرفته شد و در وقت تقسیم نصیب ثابت ابن قیس شد. ثابت او را در عوض مال آزاد کردن خواست. پیامبر صلی الله علیه وسلم از جای او مالش را پرداخت کرده آزادش نمود. وقتا آزادش کرد با او ازدواج کرد. پیامبر صلی الله علیه وسلم با جویریه دختری حارث ازدواج کرد و او مادر مؤمنان گردید. بعد از آن که پیامبر صلی الله علیه وسلم با او ازدواج کرد، تمام مسلمانان همه آن اسیران را که از بنی مستلیق بودند آزاد کردند. مسلمانان گفتند پیامبر داماد آنها است، ما چگونه آنها را اسیر میگیریم؟ این ازدواج پیامبر صلی الله علیه وسلم با جویریه خیر و برکتی برای اسیران بنی مستلیق شد. منافقان در این جنگ نقشی خطرناکی را اجرا کردند. لکن پیش از این که این نقش آنها را بدانیم، اول باید عبدالله ابن ابی ابن سلول را بشناسیم. این مرد پیش از این که پیامبر صلی الله علیه وسلم به مدینه بیاید، خود را آماده میکرد تا رئیس این قوم بشود و قریب بود که بشود. لکن ناگهان پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد و مردم مدینه را رهبری کرد. از این سبب نسبت پیامبر و اصحابش بدبینی و کینه و حسد را در دلش نگه داشت، با وجود اینکه خود را مسلمان نشان میداد و کفرش را پنهان میکرد. حتی به نماز جمعه می آمد، گاها پیش از پیامبر صلی الله علیه وسلم سخن را آغاز کرده می گفت ای مردم، این پیامبر خدا میان شما است، این پیامبر خدا میان شما است. خداوند به سبب او شما را عزت داد، پس کمکش کنید و از او حمایه کنید. هر جمعه این سخنها را می گفت، اما در دلش کینه و بدبینی نسبت پیامبر صلی الله علیه وسلم داشت و بدبینیش را در اولهای بدعت در مدینه آشکار کرد. وقتا پیامبر صلی الله علیه وسلم در میان جمع می نشست تا به آنها دین خدا را آموزاند، او آمده می گفت ای محمد، ما را با چنگ پای خرت آزار مده و اگر خواستی با کسی سخن گویی در خانه‌ات بنشین. کسی که دوستت دارد به نزدت می آید، اما به این مجلس های ما آمده آزارمان مده. پیامبر صلی الله علیه وسلم را از دعوت به سوی خداوند باز می داشت، بلکه یهودیان را بر ضد پیامبر صلی الله علیه وسلم می شورانید. به یاد داریم که او در جنگ احد چی کار کرده بود، با همراهی رفیقانش در جنگ خندق چی کارهایی کرده بود. همین طور این منافق، سردار منافقان عبدالله ابن ابی ابن سلول، بر ضد پیامبر فتنه ها میکرد و شک ها می انداخت. در این جنگ چی کار کرد؟ همراه با پیامبر صلی الله علیه وسلم برآمد. در منطقه مریسیع بین یک مهاجر و انصاری اختلاف صورت گرفت. انصاری گفت زنده باد انصاری ها،
مهاجر گفت زنده باد مهاجران. قریب بود بین این دو گروه جنگی صورت گیرد. اینجا عبدالله ابن ابی سردار منافقان فرصت را غنیمت دانست. گفت بنگرید که اینها چیکار کردند. در شهر ما فخر فروشی میکنند، حتی که به ما رئیسی هم میکنند. به خدا سوگند که مثال آنها مثل آن است که میگویند سگت را فربه کنی میخورد تو را. کی را وصف میکرد؟ مهاجران را، اصحاب پیامبر و پیامبر صلی الله علیه وسلم را. سپس قسم خورده گفت اگر به مدینه بازگردیم هر آینه عزتمندی ما از خوارتری ما جدا خواهد شد. و مقصد از عزتمند خودش بود و از خوارتر پیامبر صلی الله علیه وسلم و اصحابش بود. سپس به رفیقانش گفت شما به آنها مالهایتان را دادید، اگر مالتان را از آنها باز دارید آنها از این دیار می روند. یعنی دیگر به آنها کمک مالی نکنید، آنها به شهر خود باز می گردند. کی این سخنان بد را شنید؟ پسرکی خرد با نام زید ابن ارقم از این سخنان عبدالله ابن ابی زیغ شد. زود به نزد عمکش رفت و او را به آنچه شنید آگاه کرد. عمک او به نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم رفت که آنجا عمر نیز بود، عمر ابن خطاب رضی الله عنه. عمک زید همه سخنان را با پیامبر گفت. عمر گفت ای پیامبری خدا اجازه ده تا گردنش را بزنم. گفت نه، مردم میگویند محمد اصحابش را میکشد، او را به حال خود گذارید. اسید ابن عزیر آمد، از پیامبر صلی الله علیه وسلم سبب برگشتنش از مرایسی را پرسان شد در ساعتی که غیر عادتی بود. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت آیا نشنیدی که آن رفیق شما چی گفت؟ گفت چی گفته است ای پیامبری خدا؟ گفت چنین و چنان گفته است. لا یخرجن الاعد منها الاذل. گفت بلکه این تو با آبروی ای پیامبری خدا و او خوارتر است. اگر بخواهی او را از این شهر بیرون کن. پیامبر صلی الله علیه وسلم او را به حالش گذاشت. اما عبدالله ابن ابی وقتی که شنید پیامبر این سخنان او را شنیده است زود به نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد. پلیدی، مکر، بدبینی به نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم رسیده گفت به تو درباره من سخنان ناجا گفتند. گفت آره. گفت به خدا سوگند که من نگفتم. آیا من چنین میگویم؟ به خدا سوگند که هیچگاه چنین نمیگویم. زید نزد عمکش آمده گفت قسم به خدا که او گفته است. اما عبدالله ابن ابی سخنان او را انکار کرد. خداوند ذوالجلال و پیامبر صلی الله علیه وسلم سوره منافقان را نازل کرد. وقتا منافقان نزد تو آیند. در این سوره این سخن خداوند ذوالجلال آمده است: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. پیامبر صلی الله علیه وسلم زید ابن ارقم را صدا کرده گفت خداوند تو را تصدیق کرده ای زید. خداوند تو را تصدیق کرد. این پسرک خیلی خرسند شد. اما پسر عبدالله ابن ابی مردی صالح بود. نام او نیز عبدالله بود. نزد در مدینه ایستاده گفت به خدا سوگند که نمی درایی تا اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم به تو اجازه دهد. او از تو دیده برای من محبوب تر است. پیامبر صلی الله علیه وسلم اجازه داد تا او و رفیقانش به مدینه بازگردند. در این جنگ کاری خطرناکی رخ داد. پیامبر صلی الله علیه وسلم هرگاه میخواست به جای سفر کند بین زنهایش قرعه میکشید. مادران مؤمنان بر کدامی از آنها راست می آمد همراه او سفر میکرد. در این جنگ قرعه به نام عایشه رضی الله عنها برآمد. مادر مؤمنان، صدیقه دختری صدیق، در اودج سوار شد و همراه با قافله سفر کرد. در راه بازگشت از آنجا قافله آنها در جای برای استراحت توقف کرد. مردم بسیار خسته بودند. عایشه رضی الله عنها از هودج فرآمد. بسیار دخترکی لاغر و خراب و خردسال بود. برای قضای حاجت برآمد. عایشه رضی الله عنها هرگاه میخواست قضای حاجت کند از مردم دور میشد تا کسی او را نبیند
وقتا برای قضای حاجت می رفت در گردنش گردنبندی داشت که از اپش امانت گرفته بود. گردنبند. هنگام قضای حاجت آن گردنبند را گم کرد. وقتا آمد دید که گردنبند نیست. برگشت تا آن گردنبند را بجوید. مردم نمی دانستند که عایشه برآمده است. آن هودج را برداشتند و هیچ هم نکردند که عایشه در آن نیست. آن را در شتر گذاشتند و آن قافله به راه برآمد و کسی هم نمی دانست که عایشه در قافله نیست. زیرا عایشه دخترکی خراب و جسمی سبک داشت. وقتا که هودج را برداشتند هیچ هم نکردند که کسی در آن هست یا نه. آن قافله رفت و از این مکان دور شد. وقتا که عایشه رضی الله عنها برگشت دید که کسی آنجا نیست. قافله کجا شد؟ شوهرش پیامبر صلی الله علیه وسلم کجا است؟ این مردم کجا شدند؟ جنگاوران کجایند؟ اصحاب کجاست؟ همه رفته بودند. آن قافله رفت. عایشه رضی الله عنها باشد ترسید تا از جایش بجنبد. در همان مکان ایستاد. دخترکی خردسالی بود. از خستگی سخت خوابش بود. بعد از لحظه صفوان ابن معطل رضی الله عنه آمد. او نیز از قافله عقیب مانده بود. به سبب عذر از این قافله عقیب مانده بود. از پی آن قافله می رفت که در راه عایشه رضی الله عنها را دید که خواب است. اولین بار بود که او را می دید. دانست که او زن پیامبر صلی الله علیه وسلم است. آبروی پیامبر صلی الله علیه وسلم است. چگونه قافله او را فراموش کردند؟ چگونه او را ترک کردند؟ این کاری بود که خداوند ذوالجلال خواست. با او سخن نگفت، بلکه گفت انا لله و انا الیه راجعون. انا لله و انا الیه راجعون. وقت عایشه رضی الله عنها این صدا را شنید ترسید، از خواب بیدار شد و سخنی هم نگفت. تنها اشتر را پایین کرد. عایشه رضی الله عنها نشست و او در امان و حفظ خداوند راه را پیش گرفت. خداوند نگهبان آنها بود. صفوان ابن معطل، همان مردی امین، صحابه بزرگوار، پیش می رفت و بر اشتر عایشه مادر مؤمنان طاهره صدیقه زن پیامبر صلی الله علیه وسلم سوار می رفتند. تیز راه می رفتند تا اینکه به قافله رسیدند. به لشکری مسلمانان رسیدند. کسی نمی دانست که عایشه گم شده است. وقتا مردم آنها را از دور دیدند. کیست او؟ عایشه؟ چطور از قافله دیر مانده است؟ کسی نمی داند. به سوی هودج رفتند، در آن نبود. پیامبر صلی الله علیه وسلم او را دید. دلش برای زنش در تپش افتاد. این فرصت را کی غنیمت دانست؟ عبدالله ابن ابی ابن سلول، سردار منافقان، این فرصت را غنیمت دانست. خواست به پیامبر و آبروی پیامبر طعنه وارد سازد. آن سخن ناپاک خود را گفت. به خدا سوگند که نه آن مرد و نه آن زن از سخنان او در امان ماندند. این سخن را کی شنید؟ پلیدان و ناپاکان منافق. این فرصت را غنیمت دانسته به پیامبر صلی الله علیه وسلم طعنه زدند و بین مردم آوازه ها پهن کردند. عایشه رضی الله عنها و آن صحابه را به گناه کبیره تهمت کردند که آن از بزرگترین گناهان است. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. عایشه رضی الله عنها از آن چی میگذشت خبردار نبود. به سوی هودج خود رفت و بر آن سوار شد و این قافله به سوی مدینه برگشت. مسلمان ها به مدینه برگشتند. منافقان مدام در آبروی پیامبر صلی الله علیه وسلم سخنهای ناجا می زدند. این فرصت را غنیمت دانسته دروغ و آوازه ها را بین صفهای مسلمانان پهن می کردند و خداوند ذوالجلال درباره آنها و مانند آنها می گوید إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. پیامبر صلی الله علیه وسلم را خبر آمد لیکن وحی نازل نشده بود. وحی برای پاکی عایشه رضی الله عنها تا چندین روزها نمی آمد. سخن اطراف عایشه رضی الله عنها زیاد می شد و مشکل ترین چیز برای مرد آن است که مردم درباره آبروی او سخنهای ناجا بگویند. اما عایشه از این همه خبر نداشت. وقتا از آن جنگ آمد در خانه اش نشست. بیمار شد حتی که از خانه برآمده نمی توانست و این حکمت خداوند ذوالجلال بود. هر کی ضعیف بود افتاد
و کسی که ایمان قوی داشت نجات یافت. حتی بعضی از اصحاب این سخن را می شنیدند و به دیگران می رسانیدند، مثل مصطح ابن اساسه، حسان ابن ثابت، حمنه دختر جحش. اینها نیز سخنان منافقان را می گفتند. اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظیم. عایشه نمیدانست که چی رخ داده ایستاده است، چی میگذرد. پیامبر صلی الله علیه وسلم از اصحابش میپرسید، از خویشاوندانش میپرسید، از نزدیکترین اشخاص میپرسید چی باید کرد، چی کار کنیم. این چی بلایی بود بر سر پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد؟ این چی مصیبتی بود که نازل شد؟ وحی باشد به حکمت خداوندی نازل نمیشد. از علی رضی الله عنه پرسید چی کار کنم؟ گفت ای پیامبر خدا، غیر او زنان بسیار است، یعنی برای خود دشواری و مشکلی نیار. اگر بخواهی با دیگر ازدواج میکنی. سپس علی رضی الله عنه اشاره کرده گفت از غلام دختری او بپرس، از بریره، شاید او تو را آرام کند. پیامبر صلی الله علیه وسلم نزد بریره آمد. از او پرسید، گفت آیا در رفتارهای عایشه کاری ناجایی را دیده ای؟ گفت به خدا سوگند که من تنها از او کاری خیر را دیدم. ای پیامبر خدا، وگر وقتا که نان می گرفت خوابش می بود و مرغکان می آمدن نانش را می خوردند. این دلالت به پاکی و بری بودن از همه کمبودی های عایشه رضی الله عنها می کند. از اسامه رضی الله عنه پرسید. گفت ای پیامبر خدا، او را نگه دار. قسم به خدا که ما تنها از او خیر دیده ایم. به گپ دیگران گوش نکن. پیامبر صلی الله علیه وسلم در مسجد مردم را جمع کرد. گفت ای مردم، کی مرا از این مرد نجات می دهد؟ از عبدالله ابن ابی ابن سلول. او بسیار سخنهای قبیح می گوید. کی مرا از او امان می دهد؟ به خدا سوگند که من تنها با خوبی با او معامله کردم. اکنون او درباره عائله من سخنها می گوید. ابن حذیر گفت ای پیامبر خدا، اگر او از میان ما باشد امر کن هر کاری را که خواهی ما با او میکنیم، و اگر از غیر ما باشد گردنش را میزنیم. زیرا او از قوم اسید ابن حذیر نبود. سعد ابن عباده خیسته گفت ای اسید، دروغ میگویی، گردنش را نمیزنی. زیرا عبدالله از قبیله سعد ابن عباده بود. اسید ابن حذیر خیسته گفت ای سعد، تو منافق شدی. تو منافقی که از منافقان پشتیبانی میکنی. سعد گفت بلکه تو منافق هستی. قریب بود که در مسجد جنگی برپا شود. پیامبر صلی الله علیه وسلم میان آنها بود. آنها را آرام کرد و خاموش کنانید. کاری خطرناکی است. این زن پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم بود. او مادری مؤمنان است. مردم را غم فرا گرفت. وحی باشد تأخیر میکرد. عایشه باشد از درد صحت یافت و از خانه بیرون برآمد. همراه با مادری مصطح ابن اساسه. او خویشاوند عایشه بود. همراه با او به مکانی براز رفت، مکانی دوری. در راه مصطح افتید. وقتا افتید گفت خداوند خار کند مصطح را. عایشه رضی الله عنها این سخن را شنید. گفت ای مصطح، او را دعا نکن، زیرا او در چندین جنگ ها اشتراک کرده است. مصطح گفت تو نمیدانی که مصطح چی ها میگوید؟ عایشه که تا حال نمیدانست گفت چی ها میگوید؟ یک ماهی پره گذشته بود. همه میدانست، اما عایشه رضی الله عنها نمیدانست. عایشه رضی الله عنها گفت مردم چی ها میگویند؟ گفت مصطح چنین و چنان میگوید. عایشه تعجب کرده گفت چی؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم این را به من نگفت؟ همه مردم درباره من چنین سخنها میگوید و من آخرین کسی هستم که میفهمم. گریان به خانه اش برگشت. وقتا پیامبر صلی الله علیه وسلم در آمد، عایشه رضی الله عنها میگوید من آن مهربانی پیامبر صلی الله علیه وسلم را که پیش به من میکرد نمیدیدم، مثل که پیامبر صلی الله علیه وسلم با او شک کرده است. وقتا که پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد، از او اجازه خواستم تا به خانه پدرم بروم. عایشه به خانه پدرش رفت. آنجا 2 شب ماند. نه خواب میرفت و نه اشک چشمانش خشک میشد. 2 شب و روز بود که از سخنان مردم گریه میکرد. عایشه طاهره، عایشه صدیقه، عایشه پاک دامن. مردم درباره او سخنانی بد میگویند و کسی از او محافظت کرده نمیتواند. بعد از 2 شب و روز پیامبر صلی الله علیه وسلم نزدش آمد، خانه پدرش، و نزد او نشست. با او در این باره سخن گفت و این اولین بار بود.
و پیامبر صلی الله علیه وسلم همه آن آوازه ها را که مردم پهن کرده بودند به عایشه رضی الله عنها گفت. عایشه رضی الله عنها نشسته گریه میکرد. نزدش پدرش ابوبکر صدیق رضی الله عنه بود. مادرش نیز بود. آنها نمیدانستند چی بگویند. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: ای عایشه، اگر تو این خطا را کرده باشی از خداوند طلب آمرزش بخواه، زیرا خداوند گناهان را میبخشد و اگر گناهی نکرده ای خداوند پاکی تو را ثابت میکند. یعنی پیامبر صلی الله علیه وسلم برایش دو احتمال را داد. اینجا عایشه رضی الله عنها از شنیدن این سخن تلخ آب دیده‌اش ایستاد. به سوی پدرش نگاه کرده گفت: ای پدر، تو جواب پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم را بده. گفت: چی جواب دهم ای دخترکم؟ چی جواب دهم ای دخترکم؟ به مادرش رو آورده گفت: ای مادر، جواب پیامبر صلی الله علیه وسلم را تو بده. گفت: چی جواب بدهم ای دخترکم؟ چی بگویم؟ سپس عایشه رضی الله عنها به آنها نگاه کرده گفت: به خدا سوگند، به خدا سوگند که من تنها سخنی را میگویم که پدر یوسف علیه السلام گفته بود: صبر زیبا است و خدا کمک رسانی من است به آنچه آنها وصف میکنند. سپس از شدت غم روی گردانیده خوابید. غم همه خانه را فرا گرفته بود، بلکه تمام مدینه را. ناگهان پیامبر صلی الله علیه وسلم را حالت فرا گرفت که همیشه وقتی فرآمدن وحی در چنین حالت میشد. ابوبکر انتظار بود، مادر عایشه رضی الله عنها انتظار بود. همه در حالتی ترس بودند، لیکن عایشه رضی الله عنها از خود باور داشت. ناگهان چهره پیامبر صلی الله علیه وسلم شکوفان شد. تبسم کرده گفت: ای عایشه، مژده بده، مژده بده ای عایشه، زیرا خداوند پاکی تو را از بالای 7 آسمان ثابت کرد. اینجا آیه ها نازل می شد. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. آیه ها نازل می شد. پیامبر صلی الله علیه وسلم آنها را برای مردم تلاوت می کرد. بعد از یک ماه پره از این امتحان بزرگ، یک شادی و فرح تمام مدینه را فرا گرفت. مؤمن و منافق آشکار شد، دروغگو و راستگو آشکار شد، اهل ایمان و اهل نفاق آشکار شد. و آنی که تکبری میکرد، عبدالله ابن ابی ابن سلول، که این تهمت را پهن کرد، برایش عذابی دردناکی است. پروردگار برای مؤمنان گفت: لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. مادر عایشه بعد از نازل شدن پاک دامنیش به او گفت: ای عایشه، خیز و پیامبر خدا را شکر گو. عایشه رضی الله عنها گفت: نه، من تنها الله را شکر میگویم. من میدانستم که خدا پاکی مرا اثبات میکند، لیکن نمیدانستم که درباره من آیه قرآن میآید. آره، او صدیقه دختر صدیق بود. چرا خداوند درباره او آیه نازل نکند در حالی که منافقان بر او تهمت زدند؟ ابو ایوب انصاری کسی بود که از این فتنه ها نجات یافته بود. زنش هنگام این فتنه ها گفته بود: ای ابو ایوب، آیا میبینی که مردم درباره عایشه چی میگویند؟ با او گفت: آیا این را در حق خودت روا میدیدی؟ گفت: نه، سوگند به خدا که نه. گفت: عایشه از تو دیده بهتر است، عایشه از تو دیده بهتر است. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. حتی که بعضی از مؤمنان که در این فتنه گرفتار شده بودند، مثل میستاح ابن اساسه و حمنه دختر جحش و حسان ابن ثابت، این 3 نفر، خداوند درباره آنها این آیه را نازل کرد: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون.
یعنی خداوند میگوید هر کسی که درباره عایشه سخنی بد میگوید و درباره هر زن و مردی پاکدامن تهمت میزند، او را 80 دوره بزنید. و فعلا این 3 نفر را دوره زدند، اما منافقان را نزدند، زیرا حد برای پاک ساختن است و آنها هیچگاه پاک نمیشوند. همین طور مدینه را یک شادی فرا گرفت بعد از اینکه 1 ماه پره در غم بود. چی غمی؟ به پیامبر صلی الله علیه وسلم طعنه میزدند، به یکی از زنهایش تهمت میزدند. اهل ایمان میگفتند خداوندا تو پاک هستی و این تهمت آشکارایی است. ابوبکر صدیق رضی الله عنه برای مصطاح نفقه ماهانه میداد. بعد از اینکه مصطاح دخترش را تهمت کرد، ابوبکر آن نفقه را از او منع کرد. خداوند این آیه را نازل کرد: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. دخترش را، آبرویش را تهمت زدند بی یگان گناه. سپس خداوند پاکی او را اثبات کرد و ابوبکر برایش صدقه میداد. آیا ابوبکر حق نداشت که آن را منع کند؟ آره، لیکن بخشیدن این مرتبه بزرگتر است. وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. ابوبکر رضی الله عنه گفت آره، دوست می‌دارم که خداوند مرا ببخشد و آن نفقه را باز به مصطاح داد. همین طور خداوند اهل ایمان را مورد امتحان قرار داد و دروغگو را از راستگو جدا کرد. پاکی عایشه صدیقه طاهره دختر ابوبکر را ثابت کرد و همین طور پیامبرش را از تمام بدیها در امانش نگه داشت. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأرض